سر چی هضم میشی تو؟ من حذف میشم. هضم نمیشی؟ آها میری از برنامه بیرون؟ من حالم بد میشه، میرم بیمارستان و کلا دیگه برنمیگردی. اوه خلاصه به فینال میرسیدیم که 100% یک نفر منو مینداخت برنامه بیرون و اون موج رو ادامه میداد چون دیگه به کارش نمیومد و واسش درد سرساز بودم. ولی خب به فینال نرسید. سر چی هضم میشی تو؟ من حذف میشم. هضم نمیشی؟ آها میری از برنامه بیرون؟ من حالم بد میشه، میرم بیمارستان و کلا دیگه برنمیگردی. اوه خلاصه به فینال میرسیدیم که 100% یک نفر منو مینداخت برنامه بیرون و اون موج رو ادامه میداد چون دیگه به کارش نمیومد و واسش درد سرساز بودم. ولی خب به فینال نرسید. سر چی هضم میشی تو؟ من حذف میشم. هضم نمیشی؟ آها میری از برنامه بیرون؟ من حالم بد میشه، میرم بیمارستان و کلا دیگه برنمیگردی. اوه خلاصه به فینال میرسیدیم که 100% یک نفر منو مینداخت برنامه بیرون و اون موج رو ادامه میداد چون دیگه به کارش نمیومد و واسش درد سرساز بودم. ولی خب به فینال نرسید.